الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال کرده اند که شوهر وقتی که به زنش میگوید که آلت فرج مردی روی مرا بوسه کن، آیا گناهگار می شود یا نمی شود؟ یا که مرد آلت فرج زن را بوسه کند، آیا گناهگار می شود یا نمی شود؟ البته این مسئله ها گویا که مسئله های شرم‌آور است. بعضی ها وقتی که میشنوند میگن که این ملا چی میگوید، این صحبت های قبیح است و غیر ذلك. لیکن ان الله لا یستحی من الحق. این مسئله دین است. در این مسائل شرم نیست. ما باید بیان کنیم که جایز است یا نیست، حرام است یا حلال است. اگر حرام باشد مردم دست کشند، اگر جایز باشد خود را گناهگار حس نکنند. اما وقتی که در این مسئله به علما نظر میکنیم، بارک الله فیکم، علما میگن که بوسه کردن فرج زن و بوسه کردن زن فرج مرد رو، این میگن یک کاری بینهایت زشت است. البته بوسه یک بوسه هست، سونی با بوسه های دوامدار است. این میگن کاری زشت است. در حقیقت میگن مسلمان این کار رو نکند بهتر است، اما میگن حرام نیست. برای چی؟ برای اینکه برای حرام بودن ما باید از قرآن و سنت دلیل داشته باشیم. هر چیزی که حرام است در قرآن و سنت باید ذکر شده باشد. در قرآن و سنت ذکر نشده است. حتی حدیث است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن ان الله حرم اشیاء و احل اشیاء. الله بسیار چیزها را که حرام است ذکر نمود، چیزهای حرام را ذکر نمود، چیزهای حلال را ذکر نمود و از بعضی چیزها سکوت کرد، بعضی چیزها را ذکر نکرد. لا نسیانا، لیس نسیانا، از فراموشی الله این چیزها را ذکر نکرد. الله میدونست این چیزها را، بل رحمت لکم، بلکه همچون رحمت به شما بعضی چیزها را ذکر نکرد. چیزی که در شریعت نه حرام نه حلال نه آمده است، ذکر نشده است، لیکن همه از سطح فطرت میداند این چیز، میگن یک الله سبحانه و تعالی در این چیز همچون رحمت خاموش است. پس علما میگویند که برای حرام بودن بوسه کردن فرج زن یا که بوسه کردن زن فرج مرد را هیچ دلیل نیست. برای همین این را هیچ کس حرام گفته نمیتواند، حرام نیست. و مردی که زنش را میگوید که بوسه کن، البته گناهگار نمیشود به شرطی که اگر زن نخواهد زن را مجبور نکند. اگر زن نخواهد زن را مجبور کردن، زن را زدن، از همین جهت خونه ویرانی و خنوکی در زندگی، البته اینش حرام است. این حق زن است. اگر زن خودش خواهد با پیشنهاد شما قبول کند، باکی ندارد. قبول نکند، مجبور کردن و زدن حرام است در این مسئله. بارک الله فیکم. چرا که این شرطی واجبی نیست. پس این مسئله یگان حرامی ندارد و انسان نکند بهتر است، اما کسی که کرد گناهگار نمی شود. بارک الله